میگویند حضرت در نماز نیت با زبان تلفظ کنی یا اینکه با قلب، کدام شرط و ضرور است در نماز؟ در این مسئله واقعا علما رحمت الله علیهم اختلاف کردند. بعد اینکه اتفاق کردند که نیت کردن با قلب رکن است، یعنی بدون نیت با قلب عمل قبول نمی شود. در نماز و در دیگر نمازها هم انسان با قلبش این نماز را نیت کند. انما الاعمال بالنیات، در صحیح بخاری مسلم ثابت است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که عملها وابسته بر نیت ها هست. اما مسئله تلفظ کردن با زبان علاوه اینکه انسان با قلبش نیت کرده است با زبان تلفظ کند، در مستحب بودن نیت با زبان سه قول است. شما ببینید برادرای عزیز، اهمیت دهید، در مستحب بودن نیت کردن با زبان سه قول است. یعنی که در این مسئله قول نیست که یکی از علما گفته باشند که این فرض است، یعنی با زبان نیت کردم بگذارم گفتن فرض گفته باشند. نه، فقط آنهایی که مستحب گفتن، یعنی اگر نیت رو با زبان گوید خوب است گفتن. و دلیل این قول اولش قیاس به عبادت حج است، به عبادت حج قیاس کردن. گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حج لبیک حجا گفته، نیت خود را آشکارا با زبان تلفظ کردن. و دلیل عقلی، این دلیل از شریعت است و به عبادت حج، عبادت نماز را قیاس کردن. این طایفه از اصحاب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و طایفه از اصحاب امام احمد این سخن را گفتند که نیت کردن با زبان مستحب است، یعنی امر خیر است. اگر انسان با زبان هم نیت کند خوب است گفتن، ثوابش زیادتر است گفتن. و دلیل عقلیشان این است که در یک عبادت هم قلب و هم زبان جمع شد گفتن، هم قلب و هم زبان جمع شد گفتن. لیکن به این دلیل این گروه اصحاب قول دوم رد میگردانند. قول دوم مستحب نمیدانند بلکه بدعت میدانند. طایفه از اصحاب مالک و طایفه از اصحاب احمد رحمت الله علیهم میگویند که نیت کردن با زبان مستحب نیست و بعضی از آنها میگویند که بلکه بدعت است. برای چی بدعت است؟ برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در حیاتشان یگان مراتبه در نمازها با زبان تلفظ نکردند. با زبان تاجیکی که به اجماع علما که پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان مراتبه پیش از نماز نیت کردم بگذارم 2 رکعت سنتی نمازی بامداد روی آوردم به قبله من به جهت کعبه گفته باشند در حیاتشان. کی میتواند اثبات کند؟ بار پدرم پرسیده بودند که برای چی نماز از ابتدا تا انتها همش عربی هست و نیت تاجیکی است؟ بعد گفته بودم که آخر نیت جزء این نماز نیست، یعنی با زبان نیت کردن پیش از نماز جزء این نماز نیست. و همه علما عمیق میدانند که پیامبر صلی الله علیه و سلم با زبان تلفظ نکردن، نه با زبان تاجیکی فارسی نه با زبان عربی. بنابراین آنهایی که گفتند که مستحب است، یعنی نیت کردن بگذارم گوید این خیر است ثواب است گفتند، آنها هم میدونند که پیامبر صلی الله علیه و سلم این عمل را نکردند. وقتی که از آنها میپرسیم که برای چی شما این را مستحب گفتید، گفتند که برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در حج لبیک حجا گفتند که ما نماز رو به حج قیاس میکنیم. گفتند نماز رو به حج قیاس کردن یعنی درست نیست. برای آنکه یک مثال دیگر این است که اگر پدرتان 60 سال نماز نخوانده باشه، شما نمیتوانید از نام پدرتان نماز او را قضایی خوانید. نماز را اگر قضایی خوانده نشود، حج را میشود. یعنی از نام پدر حج کرده میشود، از نام پدر نماز خوانده نمیشه. لا یصلی احد عن احد، کسی از نام کسی نماز نمیخونه. این اجماع علما هست. نماز عملی بدنی هست بعضی عملهایی که تا انسان خودش نکند از او ساقط نمیشد، مثل نماز. بنابراین حج را به نماز قیاس کرده نمیشد. در سنن ترمذی آمده است که صحابه ها پرسیدند که یا رسول الله از گوشت شتر طهارت کنیم یا نکنیم؟
یعنی وقتی که ما طهارت داریم و گوشت شتر خوریم طهارت کنیم، یعنی بعد اینکه گوشت شتر خوردیم گفتن طهارت کنیم. گوشت گوسفند چی یا رسول الله؟ گفته کسی سوال کرد گفتن که خواهی طهارت کن، نخواهی طهارت نکن. یعنی خوردن گوسفند شکننده های طهارت نیست گفتن. یعنی گوشت گوسفند هم حلال است، گوشت شتر هم حلال است، هر دو هم گرمی هست، ولی حکم فرق کرد. گوشت شتر طهارت را میشکند گفتن، گوشت گوسفند نه. بنابراین هر عبادت به عبادت نه همه وقت قیاس کرده میشود. قیاس قاعده های خود را دارد، علت دارد، علت قیاس هست، سبب قیاس هست. بنابراین حج را به نماز قیاس کردن نادرست و بعضی علما درشتر گفتن که این بدعت است واقعا و قاعده مسلمان ها و قاعده اهل سنت و الجماعت خلاف قاعده مشرکین است. مشرک ها میگفتن که لو کان خیرا ما سبقونا الیه، اگر این دین مقدس اسلام، این قرآن اگر خیر میشد، یعنی اینها از ما پیش نمیگذاشتن. کی را در نظر دارم؟ بلال و صهیب و خباب ابن ارت و بعضی صحابه های کمبغل و ضعیف را در نظر داشته میگفتن که لو کان خیرا ما سبقونا الیه، اگر این قرآن و این دین مقدس اسلام خیر میشد اینها از ما پیش نمیگذاشتن. ما که در نزد الله تعالی آبرو داریم، الله ما را هدایت میکرد گفتن. و حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه در زیر همین تفسیر گفتن که عقیده اهل سنت و الجماعت، عقیده هر یک مسلمان خلاف عقیده مشرکا هست. میگویند که مسلمان ها لو کان خیرا لسبقونا الیه، اگر این کاری خیر میشد آنها از ما پیش میگذاشتن. یعنی صحابه ها، پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر نیت کردن با زبان خیر میشد صحابه ها از ما پیش میگذاشتن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند، برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه کارها بهترین آن را انتخاب میکردند، اختیار میکردند و با بهترین آنها عمل میکردند. اگر نیت کردم بگذارم گفتن پیش از نماز حتمی و ضروری یا مستحب میشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم لااقل یک مراتبه در حیاتشون میگفتن، یگان مراتبه نگفتن. بعضی اصحاب مالکی این سیوم قول است، گفتن که به آدمی که به وسواس گرفتار است به همین آدم با زبان نیت کردن اجازت هست گفتم. یعنی نمیداند که آیا نیت کرد نکرد، در نصف نماز به او وسوسه می آید، یعنی خیلی بیماری دارد و وسوسه گرفتار است، برای همین آدم گفتن اجازت هست که با زبان تلفظ کند. والله تعالی اعلم.